طبیعت در چوپانی ترکیه. یعنی چای است، اینی هم خوردنی است، اینی هم نان خشک است. بس گیره در سر میز جور کنم. اینی چتری است. بس چتری دیگه ماندیم که بس شمال نخوریم گفته. طبیعت است، طبیعت جان. که ما هر کس باشه خور نمیشه. این گلاس چای خوری است. گوار سعی کنم نگریزم فرمت. داخل از این بانجارمی و بادرنگ است. خودش هم یک طبیعت است این بانجارمی و بادرنگ. داخل از این زیتون است، زیتون. بس که اله کنیم میلم نمیشه. او بسیاری دست نمیرسه داداش. یا چرا نمیشه کسکش. اله شد. نه این بوره است. بوره رو میپردی داخل چای کیف میکنه دیگه. زندگی از دیگه میگذره. رقم که میگذره اونی خودش هم میگذره. این تکی کدی باز بس براتون نشان بدم این تاکتیکی چیه. اینجا چتری رو ماندیم که بس ولی چیز نشه، شمال نخوریم، خنک نخوریم بابا خونو. به جگرتان جانم دیگه طبیعت نکن نمیشه دیگه. وی از زندگی اسرت چه نمیره کلان. یا الله خیر. کوانا شور نخورده. قاشقک میکنه. نه قاشق داخل پلاستیک کن. اوه شمال اومده است. جان نکو دیگه شمال مورا غرض نگی بان که اینجا صبحانه منو بخوریم. یا الله خیر. زمینم تر شده. باران برید. जी प्यारोंगे मेरी आशिकी. گوار سعی کنم که به سالی گم نشه گفته. مال مردم است، طبیعت مال خودمون است. اوه بیادر چتری شمال بود. یا الله خیر. طبیعت در چوپانی ترکیه. طبیعت از دیگه نمی خودش دیگه از این شاخ خود نداره. می طبیعت دمی داشته اولان قدم زمینه می طبیعت هم میکنی دینه میجم هم طبیعت هم میکنی. دوجا یک کباب است، دیجا شراب است. همین وطندارای خودمون که سری کار میشه یک قدر خوشحال میشم که اینمی هم خوشنودی هم فعلا همی وطندارای ماست که سری کار هستن. در ترکیه یک جای بدبختانه است. هر کس که نامش شنیده و ندیده خودشه، هر کس که بیا باز میبینه. کسایی که دمیجا بدن میفهمه که چی حال است، چی حال است. کسایی که نام اومدگی از باز خزک میدونه که صاحب کار خوب پیدا کردیم، ما رو ببر گفته.